اجازه بدید عرض بکنم که برای میزبان این دیدار که پرسپولیسه نیازمند درون دروازه است. سرج اوریه، پورعلی گنجی، کنانی زادگان، میلاد محمدی، سرلک، سروش رفیعی، عالی شاه، استونورونوف، محمد عمری و علی پور بازی میکنند. اون سمت هم آنتونیا آدان درون دروازه است. صالح اردانی، سامان فلاح، آشور ماتوف، حسین گودرزی، کوشکی. از این لحظه هم داور سوتشو به صدا در میاره. اندونگ، رزاقی نیا، یاسر آسانی، منیر حدادی و سعید سحرخیزان. داور ادامه بازی داد. فرصت هست برای استقلال. حرکت منیر حدادی، میان به سمت چپ. سحرخیزان تو سر توپش رو در ادامه در بین محمد عمری تی وی پی فوما رسیده، اما روی نیمکت اورونوف نزدیک بهش هست. پاس رو میدن، اورونوف میزنه ضربه رو، قل میده تو دستای آدانی که تقریبا پا به پا و کفه به کفه با حبیب فرعباسی پیش رفتند. ضربه خیلی آروم بود، در این بازی حساس ترجیح داده شده. حالا پرسپولیسیا پرتعداد، فرصت برای اورونوف، خودش رو پای چپ. چه توپی گرفت آدان، چه توپی گرفت آنتونیا آدان. راستشو بخواین 21 ساله که استقلال در شهرآورد دروازه‌بان خارجی نداشته. آخرین بار جورج توپالوویچ تو دروازه ایستاده. این دومین باره. این بار جدی‌تر اورونوف رو ناکام میذاره. آدان یه مقدار کیفیت کارش رو، کیفیت کوچینگ کنار زمینش رو بالاتر هم ببره. منیر حدادی خیلی راحت در برگشت توپ از دست داد. اومدن پشت سر آدان رو هدف قرار بدن. ببینید چقدر راحت توپ، این دومین توپ منیر حدادیه که خیلی راحت، در حالی که گمان زنی ها گفته میشد شاید منیر به بازی نرسه و بزنه اونجا. کنانی زادگان، پورعلی گنجی تو رفته بود. حالا در فضای برگشت آسانی، خود آسانی میزنه، میخوره به مدافعین و کرنر. یاسر آسانی مسافر جام جهانی بشه. البته خیلی زمان داریم فعلا. خود کوشکی حرکت کرده، یه بار دیگه عقبتر. اندونگ مستقیم میخوره به مدافعین حریف. در برگشت باز هم فرصت برای استقلال، میگن به دستش خورده. داور در کمکش در واقع اول آفساید اعلام کرده. بله آره ممکنه توپ به دست خورده باشه، ولی آفساید قبلا اتفاق افتاده. سامان فلاح مقابلشه. خود علی پور رو پای چپش میزنه، اما به کجا؟ عارف آقاسی و آرمین سهرابیان امتحان شد. آشور ماتوف و سامان فلاح همین چهره. بعضی وقتا عارف غلامی میاد، یه حرکت از سمت راست. ببینیم خطایی در کار هست یا نه. حسین کنانی خیلی بی‌اعصاب میگه بلند شو. صالح اردانی میفرسته توپو به روی دروازه. یه لحظه دفع ناقص نیازمند. حالا خود کوشکی میزنه و این بار دوباره یک سیو دیگه و سوت داور. حالا پیام نیازمند رو دست آدان بلند میشه. اگه اونجا یه واکنش نشون داده بود، اینجا یه دبل سیو اصطلاحاً از پیام نیازمند دیدیم. ببینید با دست راست توپ رو برگشت داد. این بار اول و اینم بار دوم. علیرضا کوشکی، نگاه میلیون ها نفر در سراسر ایران شاید منطقه بهش باشه، خب جذابیت بیشتری داره و انصاف بیشتر این رو حکم میکنه. حالا پشت مدافعین علی پور، توپ خوبی بهش رسید، یه حرکت، یه بدن میذاره و مدافع مستقیم از پیش رو بر میداره. گودرزی، سحرخیزان یه گل حساس رو به فولاد زد و روحیش بالاست. صالح اردانی زاویه رو هم کاملا بسته بود پیام نیازمند.
رو به جلو فرار میکنه ساپینتو با فریاد گوی خودش که برید به جلو. کوشکی یه بار دیگه، سحرخیزان، آسانی رو دستش حرکت میکنن. خود یاسر آسانی ضربه رو میزنه. اوه اوه، شلیک شرایطی هم نبود یه لحظه که فکر کنید این زاویه رو ببینید، خدایی خطرناک بود. یه مقدار کاتش بیشتر بود درد سرساز میشد. این حرکات که نباید انجام بشه درش شکی نیست. امید عالیشاه هم با تجربه تر از اونه که ندونه سری باید ضربه رو بزنه و بیاد. همین حکایت تقریبا چند دقیقه پیش اون برای یاسر آسانی هم افتاد. اون سری ضربه رو زد و به روی خودش نیاورد. جز اینکه به تیم خودشون آسیب بزنن با این حرکات فایده‌ای نداره. کورنر رو میزنن روی دروازه، روی تیر 2. حالا در اختیار اورونوف. اصلا جالبه داور این بر بود کورنر رو که زدن، بعد این دوستایی که نامه گفت آقای وحید کاظمی اصلا نیست، کی گفت سوتو زد؟ همه و جنب و جوش تو محوطه جریمه رو. حالا ضربه کورنر رو میزنه روی تیر 2 و این سری که این صحنه قبلی و برخورد قبلی بود که دیدید، میریزن توپ رو به روی دروازه استقلال. آدان از دروازه میخواد بیاد بیرون، یه لحظه صد راهش هم شدن، این شوت هم راه به جایی نبرد. تشکر میکنیم از همکارانمون، با 16 دوربین دارن ضبط میکنن، همه از جای مختلف اومدن، سازمان بسیج شدن که انشالله یک کیفیت تصویر خوب رو ارائه بدن. اورونوف، محمد و عمری، عالیشاه و علیپور این سمت هستن، در حالی که حالا یک اشتباه داره باعث میشه توپ رو لو بدن. یه شوت از راه دور میخوره به دروازه‌بان و توپ برگشت داده میشه. گفتنی ها رو بین دو نیمه گفتن. ببینیم اینجایی که اومدن توپ رو گرفتند، یه شوت مستقیم جایی که پیامی نیازمند حضور داشت، درگیر با اندونگ بود، نقشه بر زمین شد، اما توپ برای پرسپولیس میفرستن به دروازه. فلا یه بار دیگه مصرف آب رو نصف کنیم، در واقع در دستور کاره. یه بار دیگه ببینیم فرصت، استقلال میخواد ضربه رو بزنه، کجا تک به تک شد با دروازه‌بان، چیزی نمونده بود. یک گل یخ این بازی رو آب میکنه. یه بار دیگه ببینیم چی شد. اینجا حرکت کرد، تو سر توپ عالی زد به مدافعین، برخورد کرد سحرخیزان، پورعلی گنجی رو جا گذاشت اما نیازمند رو نتونست. ببینیم اندیشه های کدام یک حالا بین دو نیمه، در نیمه ای که به نیمه مربیان معروفه میتونه موفق تر باشه. چه تو سر توپی زد آنتونیو آدان 38 ساله، ریسکش بالا بود. اونقدر آسانی توپ رو میفرسته بلند به روی دروازه، مشت نیازمند. یک بار دیگه پشت مدافعین، یه فرار اورونوف در استقبال توپ. آدان سالم در اسپورتینگ گلر یکشون بود. یه بار دیگه فرصت هست، حرکت میکنه پشت محوطه جریمه، خطایی برای عمری اعلام نشده. او و پرسپولیسیا چشمشون به دهن داور. علیپور، سامان فلاح مراقبش بود. اورونوف اضافه میشه، یه پاس تو در، فرصت هست، میفرسته کجا؟ با پای چپ اومد ضربه رو. سحرخیزان به دنبال یار خالی، کسی نزدیکش نبود، بالاخره از مخمسه خارج میکنه. هردانی یه برگشت، یه ضربه، کجا زد؟ یه بار دیگه ببینیم، روی پای راستش چرخید، ضربه رو زد اما به بالای دروازه کوبید. 81مین دقیقه بازی، استقلال میتونست پیش بیفته. فرصت حضور در زمین براش مهیا نشده. بیفوما، سروش رفی میفرستن، یه موقعیت برای میلاد محمدی، یه فرصت. بیفوما، حالا بیفوما، اوه اوه اوه،
این توپه دیگه خیلی خطرناک بود، خیلی خطرناک بود. بازی یه خورده دیر داره جا میفته. حیف که دقیقه 85 بازیه. بیفوما فقط توپش با اختلاف کم از بالای دروازه به بیرون رفت. بیفوما یه مقدار حالا تنش اونجا بالا میگیره. به هر حال بهتره به نظر داور تمکین کنن. آقای وحید کاظمی میگه که آقا اصلا چه خبره، نیازی نبود اینقدر همه بریزن تو زمین. اما روند 4 پیروزی اخیر استقلالی ها در لیگ میتونه کمک حالش باشه. استون اورونوف یه حرکت، فرصت برای میلاد محمدی، توپ رو میفرسته. سامان فلاح ارتباط رو قطع میکنه. همین چهره. همه دیگه کم کم دارن منتظر میشن که سوت پایان وحید کاظمی رو بشنوند. توپی که به پیام نیازمند میرسه. حالا پورعلی گنجی و اینجا در سوت خودش میدمه. آقای وحید کاظمی اعلام میکنه که 90 به اضافه اندی دقیقه بختهای این بازی، در حالی که ساپینتو و عثمان در آغوش هم قرار میگیرن و برای این تساوی بدون گل به هم دیگه خسته نباشید میگن و حدود 10,000 تماشاگر حاضر در این ورزشگاه قراره که دست خالی این زمین رو ترک بکنن و دیگه خوشو بشه. بعد از بازی بین بازیکنان هم شروع میشه. همه دیگه از جمله میلاد محمدی، اندون، سرخیزان، همه داشتن به هم دیگه خسته نباشید میگفتن. ما هم خسته نباشید میگیم به شما تماشاگران عزیز. فوتبال برتر ادامه داره. میلاد محمدی، این تصاویر و این لحظات معمولا قشنگ و زیباست. من شما رو با این لحظات تنها میذارم، اما از عراق در این شامگاه جمعه 14 آذر ماه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یه بار دیگه بره‌ای بسیار خوب و آسون برای تیم ملی فوتبال کشورمون امشب آرزو میکنم. همه انگار راضی و خندان هستن از نتیجه و بازی. داور هم از این که اشتباه تاثیرگذاری نداشته راضی و خوشنوده. حالا که همه راضی هستن دیگه ما کی هستیم که راضی نباشیم؟ خداوند یار و نگهدار شما باشه. بینندگان عزیز، دوستان عزیزم، در استودیوی فوتبال برتر با شما هستیم.